اینجوری میتونم بریم. یا که همه زنده است. ما اومدیم با مثل یک کلاه بچه تهران فکر نکنن فقط بلنجک رو دارن و خودشون بام دارن. شرک غرب رو دارن و یا پوکن یا فاطمی تو شرق تهران. ما هم ما بام سه داریم. کلاهی هم اینجا بام داریم. بگیر منظره رو. تازه تو با توجه با اطلاعاتی که نسبت به گیاها داری، این چه گیاهیه که میبر داره؟ این هم یه گیاه شگفت انگیزه. اسم این گیاه است لمپه ولیک. نباید بخندیم دیگه جدی باشه. بایتی تا الان 6 تا بایتی؟ قزله درسته؟ بندازم تو؟ بله. بنداز. اینم بام روستامونه و چشم انداز رو نگاه کن، همه جا دیده میشه. اینم همون آبندانی که ما الان تازه بودیم اونجا برای ماهیگیری، از دور مشخصه. این چقدر اومدیم بالا.